иҷро накардани бандҳои дахлдори нақшаи чорабинӣ. اجنسی نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان گفت نسبت خول محمد اورتیقوف رهبری دستگاه ناحیه رشت با گمان خلابی پرونده باز کرده است. او با گرفتن 100,000 سومانی گمانبر است. راهبری دستگاه رئیس ناحیه رشت برای صادر نمودن جنایت خلابی با ماده 374 بند ب کدکس جنایتی جمهوری اسلامی برای گرفتن مبلغ در حجم 100,000 سومانی پرونده جنایتی آغاز کرده است. تفشی پیشکی پرونده جنایتی ادامه دارد. برای با وظیفه مدیر موارد شعبه ناحیه رشت تعیین نمودن عباسزاده یعنی که جهتی پیشبری نمودن نامزدی و مبلغ مذکور برای خلابی گرفته است. جریمه مأموری این مقامداری اجنسی گفت علیه رئیس ناحیه رشت پرونده جنایتی باز نشده است و خبری بازداشت رحیم نبیزاده به آن ربط میگیرد که وی در دایره پرونده رئیس دستگاه این ناحیه بازپرسی شده است. هرچند در اول گفته میشد نبیزاده و خول محمد اورتیقوف با تقسیم غیرقانونی زمین و گرفتن رشوه گمانبر هستند در جای کار و در حضور شاهدان بازداشت شدند. مقامات‌های صلاحیت‌داری مبارزه اجنسی ضد فساد همچنین از بازپرسی شدن شاهین سعیدزاده پسر نورالدین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان در دایره یک پرونده خبر داد. در گذشته برخی از رسانه‌ها نوشته بودند شاهین سعیدزاده رهبری پیشینه اجنسی نظارت در ساحه معارف با ربودن مبلغ‌ها و سوء استفاده از مقام گمانبر می‌شود. نسبت متخصص پیشبر سرنوشتی پرونده جنایتی و دو نفر متخصص پیشبر که خزینه‌دار و متخصص پیشبر بودند پرونده جنایتی آغاز کردیم. پرونده جنایتی مبلغ پروژه در حجم 1,830,000 سومانی با پراگی برقرار کرده شد و پرونده جنایتی به سود ارسال کرده شد. سابق راهبر یعنی سعیدزاده شاهد در دوره پرونده جنایتی مورد پرسش به وظیفه شاهد قرار داشته بود. شاهین سعیدزاده رو 1 سال پیش از منصب برکنار کردند. او 2 سال مدیر اجنسی نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت بود. با گفته بنگاه ضد کروپسیا خودی وی در جنایت‌های نهادی خود دست نداشته است. در گذشته رویدادهای همسان در بعضی از ناحیه‌های دیگر روی دادند، اما بازداشت شده‌ها بعداً آزاد گشته موضوع پرونده از فساد و رشوه با سوء استفاده از منصب یا خلابی تغییر یافته است. در چنین موردها تنها زیردستان جزا دیدند. عادتاً شخص‌های اول عذاب خشک میبرایند. تخمین زدن ممکن است که شخص‌های اول رو در سطح خیلی بلند حکومت تاجیکستان تعیین میکنند و با فسادکاری گناهکار کردن اونها و به خصوص از روی فسادکاری جزا دیدن اونها به شأن و شرف به آبروی همون نفرای هم تاثیر میرساند که این شخص اول را تعیین کردند. اجنسی ضد فساد همیشه مورد انتقاد کارشناسان بوده است. گفته می شود آن اساساً کارمندانی خرد و سطح پایانی را بازداشت می کند ولی منصبداران بلندپایه یا نزدیکان آنها رها کرده می شوند. همچنین از نبودن شفافیت در کار آنها نیز شکایت و صدا می دهد. از جمله بازداشت شدن رئیس ناحیه رشت را در روز پهن شدن خبر اجنسی رسما خبر نداده بود. سرفینوزی روح‌الله، نگار فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.